سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان عزیز، تمام هموطنان، همزبانانی که بنده را میبینید و این بخش مستقیم دیگری ما را انتظار بودید، اینک باز با شما در این روز هستیم و تا توان انشاءالله با توفیق پروردگار یگانه میتوانم به سوالهای شما جواب گویم. آنچه که در قدرت و استطاعت ما هست انشاءالله پاسخ خواهم گفت و آنی که نمیتوانم بماند برای بعد. شروع میکنیم با سوالهای شما عزیزان و خیلی میخواستم سوالها رو کوتاه و فهمان نویسید. بعضا میشود که سوالها خیلی دور و دراز میشوند و مقصد ناعیان میماند. بعضی هم میشود که سوال نیست و فقط درد دل هست، یا اینکه سوال نیست و فقط اندیشه خود، نظری خود رو نوشتن است. برای همین خیلی از شما میخواهم که وقتی سوال می نویسید مفهوم و مشخص و کوتاه باشد، هرچی بهتر می باشد. با توفیق پروردگار شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال یکم میگویند من در مگزین پیتیاروچکا کار میکنم، یعنی اوبورشیتسه هستم. در آنجا موسورها رو میپرتایم، یعنی شیشه های عرق و سیگارت ها رو. من به این گناهکار میشوم، لطفا جواب دهید. خواهرم شما عرق فروشی نمی کنید و یا اینکه به کسی عرق نمی برید یا سیگار نمی برید، اما کار میکنید نجس کافران رو تازه میکنید. یعنی این کار رو حرام گفته نمی شود، اما خیلی کار پست است. خیلی کار پست است که باید یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان در دنیا عزیز باشد. عزت یعنی عزت و شرف انسان در پولکار کردن اونه، در کجا پولکار کردنش، در کدام راه بودنش هست. برای همین نمیگم کارتان حرام است، میگم کارتان پست است. شما از این هم به کارهای بالاتر لایق هستید. شاید 1 سال عذاب کشید، 2 سال عذاب کشید، شاید 2-3 سال حتی بخوانید، اما از این کار بهتر رو برای خود پیدا کنید. نشاید که یک زن مسلمان موسور تازه کنک کافرا باشد، اون هم شیشه عرق و دیگر چیزهای نجس. سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. می گفتید که چند قدر پول زکات دادن لازم است؟ پول شما اگر به 85 گرم طلا برابر باشد، از آن شما 2.5% را زکات می دهید. مثلا شما پول 85 گرم طلا در دستتان هست، 1 سال گذشت، شما از کسی قرضدار نیستید. در این وقت شما 2 گرم کمی زیاد، 2 گرم از 1100 میلی گرم پول زکات رو میدید، زکاتتون رو میبرارید. اگر با پول حساب کنیم، مثلا در دست شما 4000 دلار باشد، مثلا 4000 دلار 1 سال در دستتان استد و این با 85 گرم طلا برابر باشد، زکات دارد. اون هم شما به 10 تقسیم میکنید، بعدم به 4 تقسیم میکنید. از 4000 دلار می شود 100 دلار، خطا نکنم 100 دلار شما زکات میدید و زکات رو به پدر و مادر و زن و شوهر و فرزند و نبیره دادن ممکن نیست. به داماد و عروس خود که یک نمود نیرنگ است و بیگانه ها میدید، خاله باشد می شود، یا جیان های دور باشد، یا خواهر و برادری که زندگیش جدا باشد، اگر محتاج باشد می شود. سوال دیگر. استاذه جان، من در مکتب روسیه میخوانم و من اجازه نمیدین که با روی مال به مکتب روم. از همین سبب من سری لوچ به مکتب میروم، مجبورم. من گناهکارم؟ البته گناهکار هستید، من نمیگم گناهکار نیستید. برای اون که شما میتوانید وقتی که عزیزان برای شما نمیگذارن که دینتون رو عملی کنید، باید هجرت کنید. باید هجرت کنید. در سوره نساء هست ان الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا ظالم انفسهم بود، قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه. فرشته ها میگن مگر زمین الله واسع نبود که شما هجرت کنید، در جای زندگی کنید که کسی برای مال شما کار نداشته باشد، کسی بر نماز شما کار دار نشده باشد، برای خود جایی را پیدا کنید. یا حداقل سر لوچ نه، به شبکه و شرف روید. روزها که همیشه شبکه پوشی رو هم من نمیکنن، یعنی انسان خواهد مثلا حداقل در چچنستان، حداقل مثلا در داغستان، حداقل در کجا هست بشکیر، بعضی مکتب های هست که کاردار نمیشوند. نباید دیگر به من اجازه نمیدین گفته دختر مسلمان سر لوچ با یوبکه ها مکتب رود. اما یعنی هیچ علاج ندارم گفتید، حداقل طرز کنید که لوچ نباشه سرتون، حداقل با پوشیدن بدل اسکه و با پوشیدن روی مال.
سوال دیگر: سلام علیکم معلمه جان، چگونه خودم و پسرانم 7-8 ساله می توانیم به گروه درسی شما پیوست شویم؟ با کودکان ما روزهای یکشنبه درس داریم. حاضر داریم تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگذاریم. متاسفانه 600 تا کودک نامنویس کردند که از 30 پسر و 30 دخترچه زیاد هیچ کس داخل نمی شود. یک مصیبت عجیبی و چی گویم من، مصیبت سخت داریم که نفر زیاد خواهشمند اما در عملا اشتراک میکرده ها خیلی کم هستند. اما راه نور در تلگرام پیدا کرده می توانید سلکه درسی ما و بلبلان جنت دارد. سلکه برای کودکان از 7 ساله تا 12 ساله، برای پسرچه ها و دخترچه ها جدا جدا. فقط روز یکشنبه درس است. ولی چه خیلی گفتم خیلی مادران به غیرت هستند که حتی در یک هفته 1 ساعت به درس بی پول دینی فرزندشان رو برای داخل کردن مهارت ندارند، دستشان نمیرسد. سلام علیکم استاد جان عزیز، الحمدلله فرزندانمان را برای حفظ روان کردیم تا که در دنیا و آخرت کاری خیری باشد. و سوالم چنین است: همین استاد جان، استادهایی که حفظ را یاد میدهند و فرزندان، بسیاری آنها تا آن درجه میزد است که تمام جای کودکان کبود میشد است. جزای آنها در پیش الله و آخرت چیست؟ کودکان بیگناه را تا این درجه زدن، حالان که فرزند دیگر کس هستند، حق همین کار را دارند؟ اینجا از خودتان پرسید گناه شما چی؟ یعنی شما میپرسید که آیا استاد گناهگار میشود یا نه؟ خودتان شما گناهگار نمیشوید از اینکه خودتان فرزندتان را تربیت نکردید، بردید شب و روز خانه کسی موندید؟ اعصاب پدر و مادر میبردارد. من نمیگم استادها اینجا بیگناه هستند، البته گناهگار هستند. وقتی که عصب نداری، وقتی که نمیتوانی فرزند را مثل استاد حقیقی درس دهی، کودک نگیر، خودت رو گناهگار نکن. البته گناهگار هستند و به این کارشان جواب میدین. من اما از استادها هم گناهگارتر پدر و مادر رو میدونم. پدر و مادری که عزیزان چندین بار این چیز رو باید بگیم، حافظ قرآن شدن فرض عین است. تربیت خوب کردن کودک فرض است برای شما. کودک با حافظ قرآن شدن دیگر وی عالم شده به خانه شما نمی آید و قرآن رو حفظ کرده می آید. آیا تمام عمر او تکرار میکند یا نمیکند باز به شما می افتد. تربیت خوب کردن کودک برایتان فرض عین است. حتما باید او را تربیتش کنید، اما برده حافظ کردن فرض عین نیست. بیش از آن که بگوید اون استاد چقدر گناهگار میشود، خودتون چقدر گناهگار میشوید. خودتون مسئولیت خود را شما بالای دیگر کس میگذارید. بس انتظار هستید که یک فرزند عالم بعد از 3 سال با حفظ قرآن برگردد، که میبینید که اگر در خورد کودک شخصیت خود را از دست دهد، اگر کودک نسبت انسان‌های بزرگ ترس پیدا کند، نفرت پیدا کند، هرچی بزرگ می شود اون نفرتش زیاد می شود. از او یگان خیر انتظار نشوید. کودک را وقتی در خوردی کلان ها می زنند، مجبورش می کنند، از اون نمی پرسند چی می خواهی، چی نمی خواهی، چی برای تو مشکل است، چی مشکل نیست. اون کودک نسبت آنها هم نفرتش زیاد می شود، نسبت عالم و آدم هم هرچی بزرگ می شود او با نفرت و کینه با دیگران معامله می کند. و شمایان شخصیت یک کودک را نابود می کنید با زدن و با گفتن. پیش از آن که از استاد پرسید، مسئولیت خودتان را بپرسید که چرا برده دادید، که به شما فرض کرد، که گفت است که فرزندت را در 7 سالگی برو به حجره ده، بمیرد هم باید حافظ قرآن شود. پیامبر این گونه گفتن؟ پیامبر این گونه فرزند خود را تربیت کردن؟ یا فرزند یگان صحابه را آورده در خانه خود قبا کردند و زدند و گفتند و قرآن اذیت کنانیدن؟ از کجا است این دلیل شما؟ سلام علیکم استاد، سوال من همین که شوهری که از دین با خبر است و همراه خانوادهش زنش رو غیبت میکند، در حالی که زن اطاعت کننده است، ما زنها چی کار کنیم در این باره؟ اهمیت ندید به غیبتش. کسی غیبت میکند غیبتش به خودش هست. غیبت گناه کبیره است. چی زنت رو غیبت کردی، چی شوهرت رو، چی خوشتومنت رو، چی خواهر شوهرت رو، چی ینگه‌ات رو، چی همسایت رو. غیبت است. مادامی که مسلمان رو غیبت میکنی، یگانه انسانی فاسقی که مجحر میگویند در گناه کبیره، یعنی آشکار گناه کبیره کرده میگردد، او غیبت ندارد، چون که از غیبت شرم هم نمیدارد و گناه کبیره رو بر علا میکند. اما آنهایی که کی نباشند، هم زنت، شوهرت، خش و تبار او، خش و تبار خونت، غیبت دارد.
و کسی که غیبت میکند در روز قیامت اگر این انسان غیبت شده او را نبخشد، ثوابهای خود را به او میدهد یا گناهی او را میگیرد، چون این حق الناس است، حق انسان ها هست. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، میگوید الله. گوشتی مرده برادرت را خوردن را دوست می‌داری، بعد می‌بینی چگونه می‌توانی او را غیبت کنی، خون او را می‌خوری، ناموس او را به دهان می‌گیری. اما چون اینجا مسئله شوهرتان است، من نمی‌خوام بگویم که از این شوهر جدا شو. یگانه چیزی که به شما میگم اهمیت ندهید. اهمیت ندید، غیبت آنها به شما ضرر نمی‌رساند عزیزان. کی شما را غیبت نکند؟ عالمی بودن، فقط نامشان در یادم نیست. وقتی به ایشون گفته میشد یکی از تابعین که شما رو کسی غیبت کرده است، میگفتن انتظار نبودم که امروز هم برای من حسنات آید، یعنی ثواب آید، چون او به من حسنات های خود رو میدهد. روز قیامت عمل های ثوابش رو، نمازهایش رو به من نوشته می شود. به شما فقط اجرتون زیاد می شود. اهمیت ندهید، اهمیت ندهید و زندگیتون رو ببرید. و برعکس اگر میخواهید این گونه انسان ها رو جزا دید، برایشان نیکی کنید. و اهل خانواده اگر نیکی کردید، میبینید که دیگر آنها از غیبت کردن هم شرم دارند. برای همین الله در قرآن میگوید ادفع بالتي هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. یعنی کسی به تو بدی کند، به او تو نیکی کن. و وقتی تو به یک انسانی که به تو بدی کرد، علل خصوص خویش و تبار در این مسئله به او نیکی کردی، میبینی که او دیگر ولی و حمیم میشود، یعنی دوستی نزدیک میشود، دیگر خجالت میشود که به عوض نیکی های تو باز بدی کند. سوال دیگر، من از بالای عورت شبکه میپوشم. از بالای سطر بگوید، عورت چیز دیگر است عزیزان، سطر چیز دیگر است. من از بالای سطر یعنی شبکه میپوشم چون زیاد سر درد دارم. انشالله بوک ندارد، برای اون که در زمستان سرمای خنک روسیه میدونید که فقط یک روسری یا یک رویمال کفایه نمیکند. حتما شرف گرم داشته باشید، شبکه گرم داشته باشید، علل خصوص خواهرانی که درد گوش و درد سر دارند. این انشالله و بی‌حجابی یا تشابه نمیرود، چون شما مجبور هستید. آن سرمایه که در آنجا هست علاج ندارد که شما با یک تن رویمال برای دو حتما درد سر می شوید. آیا در حق پدر و مادر گذشته نماز خواندن جایز است؟ در نزد جمهور علما قرآن خوانده ثوابش را بخشیدن، نماز خوانده ثوابش را بخشیدن، حتی ذکر کرده ثوابش را بخشیدن جایز در نزد جمهور علما، یعنی اکثریت علما. و دلیلشون هم قیاس کردن به صدقه است، چون در صحیح بخاری است که وقتی از نام پدر و مادر صدقه میکنی ثوابش میرسد. به همین قیاس میکنند و میگویند ثواب اینها میرسد. بعضی علمای هستند که میگویند نه، فقط صدقه ثوابش میرسد اما نماز و قرآن نمیرسد. بعضی علما این گونه میگویند. من زن هستم، 4 تا فرزند دارم. میخوام همگیشون در راه اسلام باشن، خدمتگار اسلام باشن. من باید اینها رو چه خیل تربیت کنم؟ خودتون خدمتگار اسلام باشید، خودتون طلب علم کنید، خودتون در راه الله باشید، اونها پیروی شما میکنن. اگر میخواهید فرزندتان صالح باشن، خود صالح باشید. ابراهیم خلیل بود که از او اسحاق و اسماعیل پیامبران بودند. محمد صلی الله علیه و سلم که از ایشان فاطمه و زینب و رقیه و ام کلثوم، ابوبکر صدیق، عایشه و دیگر، محمد و عبدالرحمن و دیگر فرزندان خود. خودتان صالح باشید، خودتان در راه الله باشید، خودتان خالصانه برای الله خدمت کنید. میبینید که فرزندانتان ان شاء الله از پی شما میروند. شوهر به پول کار میکردگی زنش کاردار شود، گوید که چند سوم کار میکنی، در کجا صرف میکنی، چی میخری؟ آیا در اسلام درست است همین حقوق ها را شوهر دارد؟ شوهر ولی شما است. البته نمیشود که شما پول کار کنید و شوهر نپرسد که تو چی کار میکنی، از کجا درآمد میکنی. نباید، این رو حتما باید پرسد. من نمیگم که پولتون را گیرد، اما میدونیم که زنها، یعنی اکثریت زنها، خود که زن هستم من خود رو میشناسم، بعضا پول رو در جای صرف کردن نمیتوانیم. پول رو یا اسراف میکنیم یا چیزهایی میخریم که برای ما ضرور نیست، پس انداز رو فراموش میکنیم. یا کارهای احمقانه زیادی زنها میکنند با پول. حتما شوهر پرسد که چی کار کرده ایستاده ای و کجا صرف کرده است. معناش این نیست که پول زن رو کشیدگی، برای اون که حتی شوهر پول خودش همچون مهر داده رو برای گرفتن حق ندارد. الله میگه در سوره نساء هست در اولش و این تبن لکم عن نفس منه شیئا فکلوه هنیئا مریئا.
اگر پول دادگیتان رو کمترش رو خودشان به رازگی خودشان به شما دهند، شما گیرید و گوارویتان بود بخورید. یعنی حتی پول خودتان رو که به آنها دادید اگر آنها دهند گیرید، خودتون حق ندارید پول او رو گیرید. شوهر حق ندارد پول شخصی زن رو بگیرد، اما حتما باید بپرسد. و بعضا می شود که زن و شوهر هر دو یک اتفاق دارند. مثلا بعضی علما میگویند به 50% معاش زن شوهر حق دارد. برای چی؟ چون که شوهر او را به کار میفرستد و کارهایی که زنش باید به او کند او خودش انجام میدهد. یعنی از حق شوهرش اینجا پایمال می شود، حتی به نصف معاش زنش هم حق دارد. اما هرگز نگوید که یعنی چیکار خواهم میکنم پول من است از من نپرسین. خیلی عیب است، یعنی خیلی هم بی آدابی هم هست. حتما شوهر با خبر باشد که شما چیکار میکنید، مگر اینکه گفتید یک بیماری هست که پول میدوزد یا این گونه انسان ها خیلی کم هستند، اون مسئله دیگر است. از روی شریعت اسلام ناخن رو دراز کردن جایز است؟ درست نیست. از فطرت است یا از سنت پاک اسلام است که ناخن ها گرفته شود، موی های زیادی بدن گرفته شود، موی لب پس کرده شود از مردها. ناخن دراز کردن این از صفت کفار است که چرکنی هم هست، طهارتتان هم درست نمی شود. پسری من رستم و شاخرخ نام دارند. جواب گوید نام ها چه معنا دارد؟ نام رو شما ها مانده اید، آخر من نمیدانم رستم چه معنا دارد، شاخرخ چه معنا دارد. که همون نام را مانده باشد از او باید بپرسید، نه از من. السلام علیکم، من نمازخوانم، شوهرم به هر بهانه به من بسیار ظلم میکند، من او را دعای بد میکنم، آیا گناهکار میشوم؟ عزیزان، دعای بد در حق ظالم جایز است، اما نه در حق خانوادت، نه در حق شوهرت، نه در حق فرزندت. گفتیم دعای بدی شما اجابت شد، یکم خودتان عذاب میکشید، یکم فرزندان شما عذاب میکشند. چون هرچی باشد شوهر دیگر همسر شما هست، در یک خانه زندگی میکنید. و یدعو الانسان بشر دعائه بود یا دعاءه بالخیر است. بشر دعاءه بالخیر در سوره اسراء هست که الله میگه دعاهای خیر را مانده انسان ها دعای بد میکنند. و جای این دعای خوب کنید. باور کنید وقتی که به شما ظلم کرد گریه کنان به الله دعا کردید که الله هم همین شوهرم را اخلاقش را خوب کن، پروردگارا بگذار ظلم برای این حرام باشد، بگذار به خود ظلم را حرام کند، خودت به او راه نشان ده، دعای شما اجابت می شود. چون در آیت قرآن کریم است که پروردگار میگوید کیست بجز من که مضطر را اجابت کند، یه آنی که با اضطرار با بیچارگی دیگر چاره نداشته دعا میکند، بجز من کی او را دعایش را اجابت میکند. یعنی در وقتی که به شما ظلم کرد و از حد مظلوم شدید دعا کنید که الله هدایتش کند، دعا کنید که الله اخلاقش را خوب کند. اما دعای بدی شما اگر اجابت شود هم مصیبت بالای شما می آید. یکی گفته دستت شکند یا پات شکند، دست و پایش شکست، خودتان عذاب میکشید، فرزندهای شما عذاب میکشند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا علی اموالکم. مال خودتان رو، فرزند خودتان رو، خودتان رو دعای بد نکنید. ساعتهای اجابت دعای هست که همان دعا اجابت میشه و دعای نیک کنید. پروردگار هدایتش کن. چه خیلی گفتم پروردگار اخلاقش را به راه راست ببر که تو به این قادر هستی. دلهای مردم در دست تو هستند، به هر طرف میخواهی میگردانی. البته این گونه دعا کنید برای فرزند هم همین گونه که انشالله در باره دعای بعد به نزدیکی همراهتان باز وسیع‌تر صحبت میکنم. در باره عالم برزخ صحبت کنید. کمتر که روح انسان کجا می رود؟ سوال کننده عزیز، اولا عالم برزخ عالم حق است که پس از مرگ بعد از ما رو به قبر موندن شروع می شود. عالم قبر عالم برزخ است. خیلی موضوع وسیع هست که من 1-2 دقیقه این موضوع رو به شما فهمانده نمی توانم. فقط همین رو می گویم چگونه که حدیث در صحیح آمدگی هست. عالم برزخ عالمی روح است. در آنجا با جسم نو با روح خود زندگی می کنید. اما روح اگر فرزند انسان صالح باشد در آنجا، یعنی در عالم برزخ در سعادت است، در نعمت است. اما روح اگر انسان فاجر گناهکار باشد از عالم برزخ یا از خود قبر عذاب او شروع می شود.
از خود قبر عذاب او شروع می شود. همین را دانید که انسانی نکوکار، انسانی مؤمن صالح بهشتش از قبرش شروع می شود، انسانی بدبخت کافر دوزخش الکی از قبرش عذابش شروع می شود و روز قیامت باز به عذاب بدتر گرفتار می شود. اما چگونه برآمدن روح و چگونه حتی به آسمان برآمدن و بازگشته به جسد در آمدن و سوال و جواب قبر و گشوده شدن دروازه دریچه از جنت یا دوزخ مسئله، یعنی حدیث وسیعی خیلی یک قصه مثل قصه هست. انشاءالله الله نصیب کرده باشد در یکی از صحبت ها باز درباره‌اش صحبت میکنیم. وقتی فرزند کلام می شود و نسبتی پدر و مادر بی‌پروا می شود، این خطاگی از مادر است یا فرزند؟ وقتی به یاری پدر من 3 پسرم با عذاب زیاد کلام کردم. وقتی به یاری پدر من 3 پسرم را با عذاب زیاد کلام کردم. پیش از همه به پدر و مادر نیکی کردن فرض است. اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. الله میگوید یگانه مرا پرستش کنید و کسی را چیزی را شرک نورزید و به پدر و مادر نیکی کنید. و همین گونه آیت در یک چند جای قرآن ذکر شده است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. نیکی کردن به پدر و مادر فرض است. پدر و مادر تو حتی کافر و مشرک و بدبخت و ظالم باشد هم او محتاج است و کمک نکرده، تو در گناه کبیر هستی، تو عاق پدر و مادر هستی. عاق پدر و مادر رو پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هرگز به جنت داخل نمی شود. و عاق شدن این نیست که پدر بگوید عاقت کردم یا مادر بگوید عاقت کردم. با مجرد اینکه پدر یا مادر خفه شد و گفت دلم رو آزرد، خاطرم رو دیگر شکسته کرد، تو عاق میشوی. چون عاق معنیش خفه کردن پدر و مادر است. و فرزند حتما باید حتی پدر و مادرش پولدار باشن هم و حتی ظالم باشن هم نیکی کنند. اما عزیزان، وقتی میگویم فرزندان من چرا به من نیکی نمی کرده باشند، آیا گناه من است یا گناه فرزندم؟ اولا خود را پرسید شما به پدر مادرتان چگونه بودید؟ چون در ما حدیث پیامبر است به پدر و مادر خود نیکی کنید، فرزندان شما به شما نیکی میکنند. یعنی دنیایی چی هست؟ دنیایی هست با شرط و با شروط. تو کن جزایش رو میبینید. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن با پدر و مادر خود نیکی کنید، فرزندان شما به شما نیکی میکنند. و هر پدر و مادری که یکی میگن فرزند من قدر مرا نمیداند، پدر و مادرتان در زندگیتان چقدر در نزد شما قدر داشت؟ شما به پدر و مادرتان شخصا چی کار کرده بودید؟ این رو باید سوال کنید. چون بعضا می شود که آن چیزی که در جوانی کردید از جوانی فرزندان خود میبینید. برای همین عزیزانی که میخواهید فرزند صالح و سالم داشته باشید، فرزندی که در پیری دست شما را گیرد، حتما دست پدر و مادر خود را بگیرید. حتما دست پدر و مادر خود را بگیرید. هر چی کردید در همین دنیا هم انشاءالله جزایش را پروردگار میدهد. درباره دوگانه تولد کردن من درس سوال جواب پیشتر جواب داده بودم. به این سوال در خاطرم هست. وقتی فرزندان حاضر. سوال دیگر، بعضیا میگویند نام شوهرت رو گرفته فریادش زنی گناهگار میشوی. همین سوال نمیدونم چندین بار اومده است عزیزان، یا مردم زیاد همین چیز رو نمیدونن یا اینکه تکراری به تکراری از همه میپرسید. همین روز که وقتی پیش از داخل شدن به ایفیر دیدم که برادری هم به همین سوال جواب داده بودن. عزیزان، پدر شوهر رو با نامش صدا کردن در اسلام آمدگی نیست که صدا کن یا صدا نکن. فقط در اسلام احترام کن آمدگی هست. اکنون نگاه کنید در بعضی جایهای تاجیکستان، مثلا جایی که ما زندگی میکنیم، نام شوهر رو گرفتن خیلی بی‌آدابی است. نام شوهر رو گرفتی گویا که تو مثل کودک شوهرت رو صدا کردی و اینچونی شوهر رو تو گفتن تماما بی‌آدابی است. برای همین در جای ما هرگز شوهر رو نه نامش رو میگیریم نه تو میگوییم. حتما با لفظ شما صحبت میکنیم یا با یگان کلمه غیر مباشر نامش، چون در عرف ما در جایی که ما زندگی میکنیم ممکن نیست. در بعضی جایهای تاجیکستان هم عیناً همین خیلی است. برای همین شما ببینید در اسلام نام شوهر رو گرفتن و نگرفتن آمدگی نیست. برای اینکه در عرب ها نام شوهر رو نگرفتن بی‌آدابی است. یعنی در مصر مثلا من خیلی خودم در آنجا زندگی زیاد کردم، همگی نام شوهرشون رو میگیرن. جوان و پیر از آنها هم نام شوهرشون رو گپ میزنن.
جوانها هم نام شوهر را میگویند. این یک اظهار محبت است. مهربانی ما این است که نام شوهر را گیریم. عکس این است در جای ما نام شوهر را گرفتید، بعضا خود شوهر هم حیران میماند. برای همین یکم از شوهرتان پرسید که چی گفته تو را صدا کنم، کدام نام کتی تو را صدا کنم، بگوید او به شما میگوید با همان صدا کنید. برای اینکه او طرز صدا کنید که مثلا همه دوست دارند و شوهرتون دوست ندارد هم خوب نیست. نامش رو گیرید در حالی که این در عرف ما بی‌ادبی است، این هم درست نیست. از همه خوبش از خودش پرسید که کدام نام رو دوست می‌دارد، با آن صدا کنید. اما اینکه نام شوهر رو گیرید طلاق می شود، نام زن رو گیرید طلاق می شود، گپای دروغ است. اما یک مصیبت دیگر است. همه میپرسن نام شوهر رو چیکار کنیم، نام زن رو گیریم نمیگن، چون که نام زن رو عموما هیچ کس نمیگیرن. اینقدر زن بی‌قدر است که ببخشید در جای ما نام زن رو عموما اکثریت به دهان هیچ نمیگیرن. سوال دیگر، ببخشید. اپا جان شوهرم نماز نمیخواند. هر باره که یگان گپ جنگ می شود در خانه پدر و مادرم را بسیار حقارت می کند. انسانی که نماز نمیخواند از وی همه چیز را انتظار شوید. اونی که حق الله را نمیداند، حق خالقش را نمیداند، حق رازقش را نمیداند و چه خیلی حق شما را میداند یا پدر و مادر شما را میداند. شما از حقارت گوییش نه، از بینمازیش باید خفه شوید. از بینمازیش باید شکایت کنید که شوهر بینماز او دیگر. ببینید حتی بینمازی اینقدر گناه کبیره هست که علما اختلاف دارن که مسلمان است یا نه. سبحان الله، تا اندازه گناه کبیره است که علما بین خود اختلاف دارن که بینماز مسلمان است یا کافر است. و این چونین آیا بینماز رو دولت اسلامی باشد یک بار گردن زنه یا اینکه او رو زندان کنه. نگاه کنه تا چه اندازه در گناه کبیره است انسان های بینماز. و حقارت نه، بینمازیش باید خفه شوید و بینمازیش باید خیلی دلخون شوید. اما اینکه پدر و مادرتان رو حقارت میکند، حقارت هر کسی که پدر و مادر شما رو کرد، پدر و مادر خودش رو حقارت کرده است و پدر و مادر شما و حقارت ها یگانتش نمیرسد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن ملعون است هر کسی که پدر و مادر خود رو لعنت میکند. وقتی میپرسن چگونه پدر و مادر خود رو لعنت میکنید، میگن پدر و مادر دیگری رو لعنت میکنی، او هم پدر و مادر تو رو لعنت میکنه. یعنی او پدر و مادر خودش رو لعنت میکند، همش به خودش و اهل و عائله‌اش برمیگردد، به شما نه. اما چیزی که شما باید از این هم دقت دهید چی است؟ اون بینمازی است. درباره امام مهدی صحبت میکردید. امام مهدی هم عزیزان قصه طولانی هست. درباره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، اگرچه در بخاری نباشد هم، اینکه نزدیکی قیامت مرد می آید، نامش نام پیامبر است، نام پدرش نام پدر پیامبر است. یعنی مهدی از محمد از یک ریشه هستند صلی الله علیه و سلم. و او بعد از اینکه دنیا رو ظلم پوشانیده بود، دنیا رو با عدل می پوشاند. همه جا پر از نعمت های پروردگار می شود و جهان دیگر به اسلام سرفرود می آورد. در یگان جا سر کافر بالای مسلمان ها بردانه می شود. درباره قصه امام مهدی که یکم اون هم دراز است، الله نصیب کند و در وقت ما برکت دهد عزیزان، انشاءالله صحبت میکنیم. اما درباره امام مهدی حدیث صحیح آمدگی است، اما کی برآمدنشان معلوم نیست. فقط از اینکه از ذریه حضرت فاطمه هستند، یعنی از اهل بیت پیامبر هستند. سوال دیگر، کودکم رو در 7 ماهگی گرفتن، حاضر احوالش خوب است، خوشتومنم، میگن که یک دختر گرفته کلان کن، خودم نمیخواهم. خودتون نخواهید نگیرید. کودک رو شما کلان میکنید، نه خوشتومنتون نخواهید نگیرید کودک رو. در مسئله کودک گیر کودک نگیر، خوشتومن و خسور یا پدر و مادر هیچ دخالت کرده نمیتونن، چون که آنها کودک رو بزرگ نمیکنن. مسئولیت بالای آنها نیست، مسئولیت بالای شما هست. و عزیزان در بعضی چیزهایی که مثلا با دیگران رابطه ندارد، عروس باشد، دختر باشد، داماد باشد، نگفتن رو یاد گیرید. این یک فرهنگ خیلی بی‌زیب ما هست که ما بسیار چیز اگرچه تماما بر ضد اخلاقمون باشد، عموما
ضد پرینسیپ های شخصیمون باشد، هم همیشه باید هم میگیم. یعنی بعضا بگید که نه نمیتوانم، از عهدهش نمیبرایم، نمیکنم. حتی پدر و مادرتون باشد هم این بیادبی نیست. این چیزی که نمیتوانم گفتن است. روز پنجشنبه و دوشنبه رو چی نیت میکنید؟ روز پنجشنبه دوشنبه نیت میکنید، با قلبتون گفتید که پگاه دوشنبه هست، من روزه دوشنبه میگیرم که میدونیم که ثواب دارد، سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله روزه میگرفتن. همین الکی نیت است. نیت کردم روزه دارم روزه پنجشنبه، این گونه نیت ها وجود ندارد. با قلبتون گفتید من فردا روزه پنجشنبه میگیرم، همین الکی نیت هست. دختری حال و شوهر ندارد، اگر در رمضان حیض شود روزش رو بخورد، البته روزش رو میخورد. در وقت حیض نماز نخواندن، روزه نگرفتن، طواف نکردن برای تمام زنهای مسلمان است، چه شوهردار است چه بی شوهر. در وقت حیض اینها همش یکسان برای همه زنها حرام هستند. دروغ و خرافات است که زن باید اگر دختر خانه باشد حیض بیند هم روزه گیرد. این دروغ است، خرافات است، بر ضد شریعت است. درس تجوید میدهید یا یگان کسی دیگر میدهد؟ ما درس های تجوید داریم الحمدلله. گروه ها در ما هستند، در تلگرام چه خیلی گفتم اونجا هم 200 نفر نام نویس میکنن، 40 نفر میدرآیند. همین گونه یک عجب اخلاق داریم، سبحان الله. من چی گفتنم رو نمیدونم. یا 500 نفر نام نویس میکنن، بعد از چند مدت میبینید که 20 نفر میمونن. درس های تجوید داریم، اما الان سرشوی تجوید نیست. وقتی تجوید شروع می شود در گروه تلگرامی سوال و جواب راه نور ما اعلان میکنیم که درس تجوید شروع شده است و دست داخل شوید. میگویند که روز جمعه نکاح کردن درست نیست. حقیقت ندارد عزیزم. روز جمعه در وقت اذان جمعه وقتی شروع می شود، خرید و فروش کردن ممکن است، نکاح کردن ممکن است. وقتی که اذان اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله میگوید الله و ذروا البیع. وقتی که روز جمعه اذان جمعه رو شنیدید، شتاب و نماز روید و تمام تجارت رو مانید. عیناً همین گونه دیگر کارها رو هم باید بمانی و دویده به نماز روید. در وقت اذان و قامتی که باید ببخشید خطبه که تو باید نماز روی، نکاح کردن ممکن است. این مسئله اتفاقی است. اما تو باید بعد از نماز خواندن یا پیش از نماز، که هیچ مسلمان همه رو مونده در وقت نماز جمعه نکاح نمی کند، دیگر وقتش کردید باقی ندارد. 3 ماه السلام علیکم استاذه، 3 ماه کورس طبی میگذرند، ممکن است دختر رود خواند؟ فقط دخترها هستند. چرا ممکن نیست؟ چرا ممکن است؟ حتی اگر مردها باشند هم وقت جدا جدا هستند، دخترک با حجاب کامل هست، اونجا یگان نمود مثلا خلوت روبرو نمی شود، باقی ندارد انشالله. برای اینکه کسب می آموزد، از اینکه رود و بعدن شیشه عرق تازه کند، حداقل دور و فروش می شود، یا در خانه باشد هم با کسب حلالش پول حلال با سری بلند کار میکند. السلام علیکم، خوشتومن سیله رحم می شود، چی باید کرد؟ بسم الله. اگر به زنگ جواب ندهد قریب 2 سال به سبب شوهر بگوید که تو چه خیل زن هستی که مادرم دوستت نمیدارد، مرا نمیخواد. اگر نخواهد گپ نزنید. باید این رو شوهرتون فهمد. خوشتومن سیله رحمی شوهر شما، خوشتومن سیله رحمی فرزندان شما. اگر شما با خوشتومن قهر شدید، فرزندانتون هم با مادر بزرگش رابطهش خوب نمی شود. شما سبب می شود که سیله رحم کنده شود. اما اینکه چرا قهری است، این مسئله رو با خود خوشتومانتون و خودتون صحبت نکنم، من نمیفهمیده نمیتوانم. اما حتما باید با خوشتومان رفت و آمد کنید، با اون مناسبت خوب کنید که یکی صله رحم فرزندانتون یا پدرش کنده نشود. اما اینکه انسانی بد است عزیزان، به خاطر انسانی بد بودن با خویش تبار قهر شده نمی شود. تقدیر است که همین گونه خوشتومن دارید، تقدیر است که همین گونه مثلا مادر دارید و این راضی می شوید و یک راه دیپلماتیک گویم، یک راه را پیدا میکنید و با او مناسبت میکنید. میگویند که آدم 3 روز پیش از مردنش خوابش رو میدیده است. مثلا یگان انسان مردگی رو برای در این باره یگان دلیل نیست که تو حتما خواب میبینی و همین خوابت که اکنون تو میمیری. این گپ دروغ است. السلام علیکم، سوال من چنین است: وقتی پیش همسرم با یک زن علاقه داشتن و من این کارشان فهمیدم، بعد شوهرم گفتن اگر همون زن نگیرم تو به من 3 طلاق شوی. گفتم گرفته باشن چی میشه؟ طلاق میافتید.
اگر او زن را بگیرند شما طلاق میشوید، در نزد جمهور علما طلاق میشوید. اما شوهرتون این کارو نکرده باشن خودتون رو وسوسه نکنونید. بیهوده گرفته باشد نگرفته باشد، مادامی که این چیز شدگی نیست خودتون رو به وسوسه گرفتار نکنید که این راهی داخل شدن شیطان به شما هست. من حامله ام. زنی برادر شوهرم گفت تولد کرده به من تید. شوهرم در پیان بودنش گفت که آشتان شوه بخشیدم. بعد هوشیار شده گفت که نمیتیم، من زیق شدم. آدمی که مست است سخنی و اعتبار ندارد. آدمی که مست هست سخنی و اعتبار ندارد و حتی اگر شوهر راضی باشد هم مادر اگر نخواهد که فرزندش را نمیدهد او حق دارد ندهد. همین حجابی که الله در قرآن میفرماید باید تا چه اندازه تا کجا حجاب باشد. حجاب باید در قرآن مثلا وضربن بخمورهن علی جیوبهن آمدگی هست و خمارها یعنی روسری های خود را به گردنشان بیاندازند. به گردنشان بیاندازند. در آیت دیگر یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب های خود را دراز پوشند. جلباب همون کرته‌ای که شما میپوشید، کرته‌ای که میپوشید. حجاب زن در نزد جمهور علما، در نزد جمهور یعنی اکثریت علما به جز قول در مذهب امام احمد، در مذهب امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، میتوانید در تمام کتاب‌های ابو حنیفه رحمت الله علیه، چی در کتاب اختیار تعلیل مختار باشد چه مبسوطی سرخسی باشد ببینید که زنک باید به جز دو دست و چهرهش دیگر بدنش همش عورت است. پایش فقط در مذهب ابو حنیفه بعضی علما میگن در بیرون عورت و در نماز نیست، کمی اختلاف است، اما به جز دست و چهره در نزد جمهور علما تمام بدنش باید پنهان باشد و نباید حجاب زن تنک باشد، نباید نظرنما باشد یعنی رنگ های شفافی داشته باشد که نظری کس رو گیرد، نباید تنگ باشد چون کاسیات عاریات در حدیث آمدگی است. زنهایی که پوشیدگی هستن اما گویا که نپوشیدن، اینقدر تنگ است و تنک است. نباید تنگ باشد، نباید تنک باشد، نباید کوتاه و دقت جلب کننده باشد، رنگ و نگین های داشته باشد که دقت رو جلب میکند و البته برای فخر خودنمایی نباشد. اگر لباسی دراز کلی بدن رو پنهان پوشیدید و برای خودنمایی پوشیدید الکی وی لباس حرام می شود، الکی وی گناه می شود. اما امروزه سطرهایی که چسبانیده یک شرفک می پوشند، مویها بالای سر که از نعمت البخت المعیله، پشت شطور برین، شیمچه های جینز از بالا کفته ها، اینها همش مائلات است. یعنی در همون حدیثی که پیامبر میگن بوی حتی جنت را نمیبینند، گویا لباس پوشیدند و سطر کردن اما فقط فسانه هست، فسانه هست. بلوگرهایی که امروز دیده استاده اکثریتشون با سطر میبرن، یکی ببینید چهره پر از رنگ و بار، کرته های تنگ، از دهان چیزهایی که میبراید از کرته هم بزبتر و به آبروتر است. این حجاب اسلامی نیست، این حجاب سطر عورتی اسلامی نیست. معلمه جان سیلکش رو در اکران میگذاشتید، من نیافتم. اینجا خواهران عزیزی که در افیر به من کمک میکنند می توانستند همینجا اگر توانید ام صالحه شما باشید یا اینکه ام خیرالله باشند میموندند سلکه گروه رو تا که خواهرها پیوست شوند. اپا جان دخترم 7-8 ساله قرآن را به طهارت خواند گناهکار می شود. انشاءالله 7-8 ساله هنوز کودک است و بلاغت رسیدگی نیست. طهارت کردن هم برایش مشقت است. باذن الله گناهکار نمی شود چون هنوز کودک است. من پسابیای کودکم میگیرم، در این پول شوهری من حق دارد، نه شما حق دارید نه شوهرتان حق دارد. پسابی از آن کودک ها هست، آن رو باید به کودک صرف کنید و این مالی مخصوص کودک است. اگر گفتید نه ما فقط همین رو درآمد داریم پس به خانه صرف میکنید و پول شخصی شما هم نیست، پول شخصی شوهرتان هم نیست. آن پول برای فرزند است و برای پیشروی فرزند است. برای خود فرزند استفاده میکنید، برای خودتون. شوهرتون باید به شما صرف کند چون نفقه زن بالای شوهرش است، بالای شوهرش است. الله میگوید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این پدر است که با خوردن و با پوشیدن و با جایزیست باید مادر فرزندش رو کاملا مهیا کند و پولی
فرزندانتان است، برای فرزند پس انداز کنید. اما گفتید هیچ درآمد نداریم، دیگر علاج نداریم، شوهرم کار کرده نمیتواند، هوا خنک است، با معروف برای خانه صرف میکنید، برای خوردن و برای پوشیدن و به اسراف، چون پول شخصی نه شما هست نه شوهرها است. و همینجا خیلی میخواستم خواهرانی که من پسابیای کودکم رو میگیرم گویان بعضیتون با شوهر جنگ میکنید یا ببخش زبان درازی میکنید. عزیزم اگر شوهر نمیبود تو کودک دار نمیشدی. اگر تو خود را به پول حقم هست میگویی، شوهرت هم به او حق است. چرا؟ چون که شوهرت و تو دو نفر پدر و مادر هستی، تو کودکان رو از کوچه گرفته نآمدی. اوری تو تولد کردی، بزرگ کردی، اما شوهر هم اینجا همراه شما هست. برای همین اصلا اگر به اساس نگاه کنید، نه پول شما هست نه پول شوهرتان است و پول کودک است، اما دیگر درآمدی ندارید، برای همه صرف کنید. نه اینکه نه فقط از آن من است گویان بعضی زنها فقط خرید کنید و اینترنت داخل شوید و نه به نه کرته خرید و کودک بعد از بزرگ شدن باز او هم مرد کار شود. اگر شما عاقلانه اون پول رو صرف کنید، یک پسنداز برای دخترکتان می شود، یک پسنداز برای پسرتان می شود. ما در مسکو سودا می کنیم، فینیکی یا خود خرمای اسرائیل رو خریده بعد آورده می فروشیم. آیا ما گناهکار می شویم یا نه؟ مردم فلسطین رو الله در امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. پروردگار خودش نگه بدارد و برایشان نصرت بدهد تا پند برای دیگر کفار دنیا می شود. اما درباره خرمای اسرائیل رو خریدن در حاضر زمان تقریبا تمام علما یک صدا دارند: هیچ چیزی اسرائیل رو نخرید، چون اسرائیل رو اگر از او ما خرید نکردیم حداقل کوچکترین ضرر به او میرسانیم. اگر مال و کالای اسرائیل رو نخریدیم، یعنی دولت یهود رو نخریدیم، کوچکترین ضرری خود رو به او میرسانیم. کوچکترین ضررمون همین است که خریدش نکنیم. خرماهای زیاد داریم، از ایران دارید، از دیگر دولت ها دارید، از دیگر جا بخرید. به خاطر الله سمت خرید را دیگر کنید، پروردگار برایتان برکت دهد و تا میتوانیم هر چیزی که از آن دولت یهود است نخریم. کمترین ضررمون، کمترین کاری که امروز به فلسطین میکنیم همین است، چون یهود رو میدونید چقدر به مال خود حریص هستند، چقدر به مال خود حریص هستند. در جنگ خیبر بود همیشه روس میشوند و نمیفرویند از داخل قلعه های خود. همین که پیامبر خرمای آنها رو دیگر می سوزانند، دیگر مال ما رو سوزانده ایستاده است، گفته همشان می فرایند از جایهای روز شده اشان. به مال خود خیلی حریص هستند و شما هم به مال آنها می توانیم کمترین ضربه خود رو بزنیم. ما شهر مسکو هستیم، در صدیق نیانکه شده کار میکنم، به کودک ها خوراک میتیم، آنها همش رو خورده نمیتوانند، ماندگیش رو میپرتویم. آیا من گناهکار میشوم؟ گناهکار نیستید. کودک خورده نمیتواند، شما گناهکار نیستید. در اینجا عیب شما نیست. تماما از بانک پول گرفته به ساختمان استفاده برند گناه میشود. از بانک پولی کردیتی یا گفتیم قرض پرسنتی گرفتید، گناه کبیره هست. گناه کبیره است که ربا حساب می شود. اگر شما پول گرفتید، اگر دیر کردید پرسنت می بندد، همون ربایی هست که رباخوران لعنت شده هستند به زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، و رباخوران به جنگ الله پیامبر خستند به آیت قرآن کریم که در سوره بقره است. مادامی که اون پول پرسنت می بندد، البته که این حرام است، گناه کبیره است. سلام علیکم اپا جان. شوهر من 5 وقت نمازش را میخواند، با تقوا هست، اما دهانش بی‌معنی هست، تمام حقارت ها را میکند نسبت من و دیگران. چی باید کرد؟ اولا حقارت های او به شما هیچ ضرر نمیرساند. حقارت های او به شما هیچ ضرر نمیرساند. اگر گفتید اعصابم را خراب میکند، گوش نکنید. الکی طوری که گویا که یک آدم دیوانه صحبت کرده ایستاده است اهمیت دید که تو بیمار نشوید. بعدن حتما چون شوهرتون هست، بعضی حالت‌های می شود که با او مناسبتتون خوب می شود یا که هرچی گوید قبول می کند. در این وقتا با او بگوید که چقدر درد می کشید، چقدر برایتان سخت است حقارت‌هایش. شاید که یک کم از سخن شما تاثیر گیرد. یعنی تو می توانید نصیحتش کنید. یکم. دوم اهمیت ندهید، هیچ اهمیت ندهید. گویا که گفته ایستادم که یک یاوه‌گوی چیزی که میگوید نفهمیده ایستاده است. تو که فکر کنون انا با این گپ رو گفت اون گپ رو گفت، گویان بیمار نشوید.
سوال دیگر: اگر شوهر طلاق گفته باشد، زن خودش سرش را گفته باشد که سبب طلاق شود، مرد این سر را فهمیده طلاق گفته باشد، گناهش به کی می شود؟ چه خیل گناهش است؟ اینجا گناه نمیگوییم، عیب میگوییم، چون که طلاق دادن اگر سبب داشته باشد گناه نیست. طلاق چیزی است که الله حلال کرده است. این چیز را همه طلاق داده را گناهکار گفته نمی شود. اما اینکه زن سرش را گفته است خیلی احمق است. زنهایی که سرهای پیشتره را شوهر نپرسند هم خودشان را چی گوییم اکنون یک انسانی تازه گرفته میگویند خیلی احمق هستند. برای آنکه بعضی سرهایی هست که تو پنهان کردی، در ما حدیث پیامبر است پروردگار تو را میبخشد. گناهایی هست که پنهان کردی می به پروردگار توبه کردی، الله میبخشد. شرط نیست همه سری اسرار خود را در ایام دختریت یا کیها چی گذشت همه آن را به شوهر گویی و او تو را طلاق دهد. اینجا خطاگی است که گفتید یا گفتیم سبب که سبب احمقی زن هست. قسم به گپ راست برای حقیقت را اثبات کردن، قسم خوری از خدا و از قرآن از شیر مادر برای اثبات حقیقت گناهکار می شود یا نه؟ برای اثبات حقیقت قسم خوردن گناه نیست. واحفظوا ایمانکم، میگوید الله قسم های خود را حفظ کنید، بیهوده بهوده قسم نخورید. اما در حالت های باید قسم خورید، چگونه که برای اثبات حقیقت هست. حدیث پیامبر است که الیمین علی مدعی حاضر. لفظ حدیث ایادم برآمد البینه علی مدعی و الیمین علی من انکرها بود، خطا نکنم. شما وقتی کسی رو تهمت میکنید باید دلیل داشته باشید و اگر دلیل داشته باشید او هم باید قسم خورد که نه من این کار رو نکردم. و در سوره نور هم هست که شوهر 4 بار قسم میخورد اگر زنش رو با کسی در زنا ببیند. برای حقیقت قسم خوردن گناه نیست، اما قسم خوردن به شیر مادر و قسم خوردن به نان و قسم خوردن به ارواح، اینها همش قدمی به شرک است. قدمی به شرک است، چون که شما از شیر مادرتان رو گویا که میزده باشد و یعنی خیلی احترام بالا داشته باشد یا ارواح فلانی گفته قسم میخورید. قسم خوردید، قسم به الله خورید. من کان حلیفا فلیحلف بالله، کسی قسم میخورد پس با الله فقط قسم خورد، میگویند پیامبر. فقط با الله قسم خوردن جایز، دیگر با صفت های الله، قرآن که کلام الله است، کلام الله صفت الله است، جایز است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم اگر میخوردن به الله قسم میخوردن یا قسم به ذاتی که جان من در دست او گویان قسم میخوردن. اگر آدم در غریبی بمیرد شهید می شود، در غریبی گورش کند بوکه ندارد. در غریبی گور کردن یگان بوکه ندارد. در غریبی گور کردن بوکه ندارد. قبر ابو ایوب انصاری صحابه جلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنستانتینوپل، در همین استانبول امروزه هست، در غریبی مرده بودن، در همین جا گرانده بودن. این یک ماده تاجیکو هست که ما مرده هایمون رو هم با یک خراجات کلان از اروپا و از امریکا و از روسیه گسیل میکنیم که گویا که در زمین تاجیکستان گور شد این آبرو میشود و چیزی دیگر، در حالی که در هر جا مرد در آنجا گور کرده میشود، چون زمین برای شما شفاعت نمی کند، اعمال شما برای شما شفاعت میکند. اما در غریبی کسی که مرد، پیامبر آیا غریب مرد شهید است؟ گفتن نه، ولیکن هر کسی که غرق شده مرد، مسلمانی که غرق شده مرد، مسلمانی که از بیماری هایی که شفا نیابنده است مثل بیماری های سرطان و مثلا بیماری های قند و اینها مرد، او شهید است. و کسی که در زمین لرزه مرد، کسی که در صدمه مرد، اینها رو پیامبر شهید گفته هستند. و انشاءالله آنهایی که برای پیدا کردن پاره نان آمدن، برای رزق حلال یافتن، ایشان هم مجاهدین راه الله هستند. من پیش از شوهر کردنم شوهرم را از نماز خوان بودنش میپرسیدم، اما حالا مرا فریب کرد در نماز بی اهمیت است، عرق نوز میکشد، با کردیت سر و کار دارد، هرچند نصیحت میکنم نمیشود، چیکار کنم؟ طلاق گیرد در این وقت، مادامی که هم فریب خورد هم در همه گناه ها بوده است. اینجا چیزایی که شما گفتید همش گناه کبیر است، از او طلاق گیرد مادامی که نصیحت رو نمیفهمد. زن مسلمان پاک دامن با یک عرق خوری، پرتسند خوری باز هم به نماز زندگی کردنش درست نیست، مادامی که امید نیست که اصلاح شود. اگر شوهر پول با راهی ناجایز کار کند، به خانه بیارد، آیله رو خوراند، هرچند گویی هم نشود از راهش بر نگردد، زن هم گناهگار است، گناهگار است. شما قطعیش میخورید، نخورید، 3 روز هیچ چیز نخورید، از پا بیافتید، بگید حرام رو من نمیخورم،
حرام رو من نمیخورم گوید میبینید شاید تغییر مییابد. در حرام خوردن حلق شما هم ناپاک است. شوهرم کار کرده آمد دیگر راهی نیست گویان حرام رو قطعی میخورید، البته که در گناه شریک هستید. زن خانشین باشد برای شوهر خودش رو کسمتکه کرده فسان کند جایز است. در خانه تمام رنگ و بار برای شوهر جایز است. زینت برای شوهر حتی مستحب و ثواب میگیرد، اما احتیاط شوید که بعضی کسمتکه ها و جای خوشرو کردن بی‌زیبتان میکنند، بعضی دیگرش نجاست هم دارد. بعضی دیگر و به فکر شخصی من بهترین کسمتکه تازگی هست. زنی که به تازگی خود اهمیت میدهد از همه کسمتکه های هم زیادتر و خوشرو است. من همسر یک منصبدار هستم. میدانم که شوهرم پاره‌خور است. ما 6 فرزند داریم. من چیکار کنم که شوهرم را از پاره‌خوری دست کشد؟ بعضی ها هستند که قدر حرام خوردن که از حرام برگشته نمیتوانند. من نمیدونم شوهرتان تا چه اندازه با کدام راه برمیگردد، اما با یک حرامخور فرزندان خود را با حرام وقتی کلان میکنید انتظار هیچ خوبی از فرزند نباشد. فرزندی که با لقمه حرام کلان میشود از او فرزند سالم و ببخشید صالح و نکوکار به وایه نمیرسد. برای چی آدمان گرد خانه کعبه تاب میخورند؟ چون پیامبر همین گونه امر کردند، اسلام همین گونه امر کرد و این است قول مؤمنان که سمینا و اطعنا نمیگیم چرا ما رکوع میکنیم یک تا چرا 2 تا سجده میکنیم، چرا السلام علیکم گفتن نگاه میکنیم، چرا 5 بار نماز میخونیم 3 بار نه، چرا ما توب میخوریم؟ این رو الله گفته است ما همین گونه انجام میدیم. این بندگی هست، این بندگی است، این است اسلام، تسلیم شدن به اون چیزی که الله گفت و سمعنا و اطعنا گفتن که ما شنیدیم هرچی گفتی اطاعت میکنیم، چرا نمیگیم؟ چون الله همین گونه امر کرده است. اما هر چیزی که الله امر کرده است یک رمز بندگی هم هست، ثواب هم دارد و این چنین از لحاظ جسمانی هم فایده دارد. مثل روزه که میبینید امروز قریب تمام علمایی که به خراب شوی و دیاتولوژی این چیزها هستن میگویند روزه بر این فایده دارتر هیچ چیزی نیست. روزه‌ای که الله به ما میگوید از صبح تا شام گرسنه بمانید هم عبادت است، هم به سلامتی فایده دارد. طواف خانه الله هم به سلامتی هم فایده دارد، هم عبادت هم هست، نمازها هم. از یک استاد اول قرآن را درس گرفتم، تمام نکرده شوهر کردم. حالا تنها میخوانم، در تجوید خطایی دارم. آیا گناهکار میشوم؟ اگر در تجوید خطا داشته باشید استاد دیگر پیدا کنید، حرکت کنید، استاد دیگر پیدا کنید، چون به تجوید قرآن خواندن معنای قرآن دیگه میشود و انسان مغضوبی را مغضوبی خوان معنا تماما دیگر میشود. ضالین را ضالین گفت معنا دیگر میشود و گناهکار میشوید. حاضر زنک ها همه از پشت دنیا شده شوهر را از آن خود کردگی مادرشان بد میبینند. شوهر نغز مادر شوهر بد. همین مسئله گم میزنید. اولا خطا است که بگوید همه زنک ها، چون که همه زنک ها این خیلی نیست. مثلا خودتون شخصا این خیلی نیستید، چون این رو گفته ایستادید همه زنک ها نیستن. بعدا وقتی که مرد به خاطر زنش مادرش رو ترک میکند عیب یکم در مرد است. خود همین مادر فرزند درست تربیت نکرد که فرزندش همین گونه خاین برآمد. اینجا زنی پسرت را نه، اول باید پسرت را اینجا بگویی که تو کی هستی و من چگونه تو رو کلان کردم و چیکار کردم. یعنی یک مصیبت است که هر خطایی که مرد میکند میگیم زنش کرد، اما مرد اگر در حقیقت یک مرد باشد طلاق میدهد زنی بد رو. کی مجبور میکند که با زنی بد اخلاقی که میگوید با مادرت قهر شو زندگی کن؟ کی میگوید؟ این گونه زنها جزایشون طلاق دادن است. سلام علیکم. اپا التماس درباره کودکان معیوب میگفتین، یکم چی میگوین که خدا زدش از کودک معیوب تولد، بعضی میگن که خدا بنده دوست داشتهش فرزند معیوب میدهد. اینجا فرزند معیوب باشد یا یگان مصیبت دیگر باشد، بعضی مصیبت ها به سر ما می آید همچون امتحان از طرف الله می آید که الله ببیند ما صبر میکنیم یا صبر نکنیم. این را میخواهد از ما آشکار شود. بعضی مصیبت ها در حقیقت جزای گناه های کرده امان هست. یعنی بلاها یا به خاطر این که تو انسان خوب هستی فقط باز درجه تو بالاتر شود الله به تو امتحان میفرستد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون میگوید الله. سوره عنکبوت بداره. گمان میکنید شما ایمان می آورید و ما به حالتان میمونیم، شما حتما امتحان میشوید، چگونه که پیش از شما بوده ها امتحان شدن. بعضا فرزند معیوب همچون امتحان الله هست که الله میخواهد
شما صبر کنید، اجر گیرید. روز قیامت هم با سبب همین فرزندتان اول شده به جنت درآیید. بعضا به خاطر گناهایی که کردید، حرامی که خوردید یا هر گناهی که آشکار و نترسیده کردید، الله جزایتان را زودتر در دنیا میدهد. برای همین همه فرزند بیمردار رو هم گفته نمی شود که این یک امتحان است و همش رو هم گفته نمی شود که بلا هست. اگر پدر و مادر انسانی سالم باشند میگیم امتحان است، انشاءالله که سربلند از امتحان میگذرید. اما اگر دیدیم که یک حرامخوری بدبخت فرزندش معیب شد، میگیم جزای عاجل الله است که در دنیا به سرش آمد. زنی حامله گوشت اسب خورد چی ضرر دارد؟ گوشت اسب را برای زنی حامله ضرر دارد ندارد، این رو باید از دکتر، از طبیب بپرسید، نه از یک متخصص دین. این رو باید از طبیب بپرسیم که به حاملگی گوشت اسب ضرر دارد یا ندارد. اما از جهت شریعت گوشت اسب در نزد جمهور علما حلال است، بجز مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که هست که قول حتی حرام است، قول مکروه است. در باره مال اسرائیل خرید کردن جایز است برای مسلمان ها؟ الان در بارش در بالا من جواب دادم. برای نمیدونم سوال کننده که گفتن ما خرماهای اسرائیل رو میخریم یا یهود رو میخریم و این کمی پیش جواب دادم. سوال دیگر، نماز جمعه برای زنها چه خیل خوانده می شود؟ مثل همه روزه نمازهایمان را می خوانیم. اگر نماز جمعه را در مسجد خوانید، نماز جمعه می دونید 2 رکعت خوانده می شود. اگر در مسجد با امام خوانید فقط 2 رکعت هست، اما در خانه خوانید پیشینی عادی می خوانید. اگر به مسجد نروید، در خانه نماز پیشین عادیتان رو وقتی اذان می خوانید. شرط نیست که نماز جمعه تموم شود بعداً خوانید. دختر مایده از چند ساله حجاب پوشد؟ دخترک وقتی حیض می شود حجاب برایش فرض می شود وقتی حیض می شود. اما چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن از 7 سالگی به فرزندانتان نماز را یاد بدهید، البته از 7 سالگی کم کم سطر هم که فرض است، روزه هم که فرض است، طهارت هم فرض است، همه فرض ها رو باید کم کم یاد دیم. اما یعنی یاد میدیم، نه اینکه مجبورش میکنیم، کم کم یاد میدیم. اما زمانی که حیض شد حتما باید کاملا دیگر او سطرش را نکشد. من زادروزی پسرچم رو با اهل عائله‌ام جشن میگیرم. درباره زادروز من پیشتر چندین بار گفتم که ما مسلمان ها زادروز نداریم، کاری مسیحی ها هست. آخران سوال عزیزان، در وقت نکاح پدر و مادرم روزه نشده است، بعد مولا در جای قاق دعا خوانده است و به مادرم چای کرده دادن و مادرم روزه شده است و این دعا بود یا جادو؟ از خود همون ها میپرسید عزیزم، ندانم من اینجا. از خود همون نفر میپرسید که دعا بود یا جادو بود. و اگر گفتید او زیر جادو نکاح شد، نکاح درست نیست. نکاح درست نیست. اگر مادر گفت که من دیوانه بودم و نفهمیدم، اما بعد از به خود آمدن هم او میتوانست نکاح رو ویران کند. بعد از به خود آمدن هم زنی که نمیخواهد او میتوانست نکاحش رو ویران کند. عزیزان اینجا سوال های دیگر است ولی همینجا به آخر میرسانم. نمیدانم شما چه خیل، ولی من در 1 ساعت الکه دیگر خسته میشوم. به تمام سوال ها جواب دادن نمیتوانم. الان نصیب کرده باشد هفته دیگر باز در خدمت شما هستم. هر چیزی که درست بود و صحیح بود از طرف پروردگار و توفیق الله یگانه بود. اگر چیزی خطا بود از طرف من و از لغزش زبان من بود که پروردگار ببخشد. انشاءالله هفته دیگر باز با هم هستیم. الله نگهبان یکایک شما و اهل خانواده شما باشد و پروردگار همیشه در مجلس های علم، در سوال و جواب ها، در حلقه های علم با هم بودن را برای من و شما مردم عزیزی تاجیکستان عزیز نصیبمون کند که نرویم از پشت 2-3 بلاگر هایی که هم دیگر رو حقارت میکنن یا 2-3 سراینده هایی که می آیند و چیزهای میگویند که نه به دنیای ما نه به آخرت ما فایده دارد. به مجلس های شریک شویم که حداقل کمی باشد هم ایمان ما را زیاد کند و مسئله های نافهما را برای ما روشن گرداند. الله نگهبانتون باشد، همیشه موفق باشید و در پناه الله یگانه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.